سلام به روی ماهتون بچه‌ها. عرفان زارعی هستم، مشاور ارشد مجموعه فاز به همراه ایلیا فاتحی هستم، بنده هم مشاور ارشد فاز. به قسمت دوم تحلیل دبیرها خیلی خوش اومدین. بهتر به همین ترتیبی که آپلود میکنیم بیایم جلو، یعنی اول ریاضی رو گرفتیم و بعد باقی رو آپلود میکنیم که حرفای تکراری خیلی زده نشه. بچه تحلیل در واقع دبیرهای زیست شناسی یه فرقی که داره با ریاضی، اساس درسش اینه که حالا اونجا گفتیم دیگه عرفان، دانش آموزایی که درسنامه رو متوجه نمیشن، نمیتونن به صورت سلف استادی یا خودخوان پیش برن، تشویقشون کردیم به دیدن ویدیو. ولی توی زیست شناسی من توصیه میکنم کسایی هم که اتفاقا درسشون خیلی خوبه، حداقل یه گریزی به همایش‌های بعضی دبیرهایی که میخوایم بگیم بزنن، چون بالاخره یه سری نکات نهفته توی کتاب درسی هست که بازش نکرده، خیلی سربسته گفته، یا خیلی چیزای ترکیبی هست برای زیست شناسی، مثل یه اقیانوس میمونه به نظر من. جا داره که بالاخره همایش هم نگاه کنن تا چیزی رو از دست ندن. حالا این خیلی خوب صحبت کردین اولش، اصلا یه توضیح نمیدیم درس زیست شناسی بدیم که ببینم بچه‌ها تو تدریس دنبال چه چیزی باید باشن. ایلیا خیلی خوب گفت بچه‌ها، زیست شناسی این اقیانوس میمونه که هر چقدر شما بار ماهیتون بیشتر باشه برنده اید. خب حالا اینجا یه سری از دبیرا میان به تو ماهی میدن، یه سری از دبیرا میان به تو ماهیگیری رو یاد میدن. توصیه من اینه که ماهیگیری رو یاد بگیرید. درست. این خیلی مهمه و ما قطعا داریم اینجا بهش اشاره میکنیم. بریم سراغ دبیرا. بریم با استاد همدانی شروع کنیم. خب ایلیا، آقای همدانی بی‌حاشیه است. بله. طنزش خیلی بدون من نمیشینه واقعیتش. آره چیزی نیستش که باید ببینید بچه‌ها. طنز یه چیز شخصیه، من شاید خیلی حال نکنم باهاش. این دبیر رو توی تدریس زمین شناسی هم میبینید، ولی ماهیگیری رو یاد میده. آره، یعنی خوب یاد میده. آدم میگه آقا چه جوری یه نکته رو استخراج بکنی. جزوش ایلیا پر شده. خب یعنی اینجوری نیستش که به صورت فعال بشینید سر کلاسش گوش کنید بنویسید. بله. دوره نهایی داره، تست و نکته و اینا رو هم انجام میده. نقطه قوتی که من بخوام واسه ایشون در نظر بگیرم که خیلی بی‌حاشیه‌ان، یعنی با کسی کاری ندارن و واقعا به خاطر کارشون معروف شدن. درست. نه به خاطر حواشی که دارن. این خیلی میتونه به نظر من دلیل پشت انتخابش باشه و نقاط ضعفش هم حالا فقط من اگر بخوام بگم این طنز شاید خیلی به دل من نشینه، ولی خب در کل زیست شناسی دیگه، زیست شناسی درسی خیلی وسیعه و ممکن شما با این حقو دارید که ویدیوهاشو یه نگاهی بندازید واسه انتخاب. یه بحثی هم که وجود داره، جزوه پر نشده. ببین جزوه یک راه ارتباطیه که ما با دبیر برقرار میکنیم. خب بعد ما باید به صورت فعال کلاس‌ها رو ببینیم و حضور داشته باشیم. یه فرقی باید باشه بین این اسکرین مثلا فیلم سینمایی با یک محتوای آموزشی که داریم میبینیم. ما باید دست به قلم شیم، یه سری چیزا رو یادداشت کنیم تا اصلا حواسمون از درس پرت نشه در واقع. به خاطر همین من این رو هم به عنوان نقطه ضعف به حساب میارم. آره اینم من باهات موافقم. اینم از این. بریم سراغ آقای عمارلو. خب میخوای خودت بله در موردش آقای عمارلو، من اتفاقا حالا زمان کنکور خودمون هم ویدیوهاش رو دیدم. برای یه نظام جدید یه مقداری ضعیف‌تر شده. حالا توی این نظام قدیم بیشتر مطرح بود، همون به قول عرفان بی‌حاشیه است، ولی واقعا دلسوزه، از دل و جون مایه میذاره، تکالیف بچه‌ها رو بررسی میکنه، ولی خب تدریسش هم با سرعت آهسته است و حالا برای دانش آموزایی که یه مقدارم پایشون ضعیفه توصیه میشه. به هر حال به نظر من جلوتر، حالا ایشون که کارش خوبه ولی باز کارهای خوبتر هم داریم، بی‌تعارف اگر بخوایم صحبت کنیم. جا واسه انتخاب به نظر من بازم هستش. درسته. میتونیم دو تا دبیر رو هم خیلی سریع اشاره کنیم، آقای آرامفر و آقای اشکان هاشمی. من خودم حالا یه ادای احترامی واقعا باید به این دوتا عزیز داشته باشم. چون دوران کنکورم ویدیو ایشون این عزیزان خیلی کمکم کرد. آقای آرامفر هم ژنتیکش خیلی خوب بود، ایلیا هم زیست گیاهیش آره. خیلی خوب بود، خیلی کمکم کرد. آقای اشکان هاشمی جنبندی که واسه نشر الگو داشت یادم نمیره که خیلی به من کمک کرد و اینجا به نظر من لازمه که ادای احترام به ایشان بشه. و یه موردی حالا در مورد این عزیزان هم بگیم، مثلا کلاس اینا چه جوریه. مثلا آقای اشکان هاشمی تو کلاسش خب وایت بورد نیست، اینجوری نیستش که دیگه عرفان اون مؤسسه‌اش رایان کلاسه، خب که به نسبت تاملند و کلاسینو امکانات کمتری داره دیگه. ولی تدریسشون من خودم خیلی باهاشون حال کردم.
نکته‌گوی خفنی هم هستن. آره نکته‌گوی خفنی هستن. همون ماهیگیری هم که اونجا داشتیم میگفتیم و من از آقای اشکان هاشمی خیلی یاد گرفتم. آقای آرامفر هم همچین نکاتی رو خیلی خوب توضیح میدن، یعنی با استدلال میان میگن که خب ما با این مسئله مواجه هستیم، خب دو تا راه حل داریم، یا باید این باشه یا باید این باشه، چرا این نیست، چرا باید این باشه. تدریس خیلی منطقیه. آره. در این حال ساده، خیلی هم ساده است. دقیقاً درسته. یه سری دبیران بودن مال حرف آخر که الان جدا شدن، حالا توی پروژه 20 دارن ویدیو میدن، آقای شعبانی و شاکری، که تدریسشون بر اساس انیمیشنه. خب من خودم اینا رو نگاه کردم زمان کنکورم، برای کسایی که تغییر رشته‌ن، مخصوصا بچهای ریاضی که میخوان کنکور تجربه بدن و هیچ ارتباطی با زیست شناسی نداشتن، اصلا سلول یک واژه بیگانه براشون محسوب میشه، اینکه اون واکنش‌های اولیه چه جوریه، من پیشنهاد میکنم اون مبانی اولیه و پیش نیازهای زیست شناسی میتونن اینم نگاه کنن، اما در ادامه باز دبیرهای با کیفیت تری هم داریم. بریم ادامه بعدی که میخوایم بررسی کنیم عرفان، آقای خیراندیش. آقای خیراندیش برو بریم. خب بچه در مورد آقای خیراندیش یه نکته، چند تا نکته رو باید با هم دیگه بررسی بکنیم. یکی که ایشون خب مؤلف کتاب هستن، توی آزمون ماز مؤلف سوالات آزمون ماز هم بودن. در مورد جو کلاسیشون، جو کلاسی خیلی خوبی دارن. یک استاد ماهیگیری هستن، خیلی خوب ماهیگیری رو به شما یاد میدن. نکته تستشون خیلی خوبه، بیانشون خیلی رساست. و حالا اینجا یه چند تا مورد دیگه هم بودش، این که منطبق با کتاب داره. آفرین، که منطبق با کتاب، یکی دورهای مختلفی داره. یکی مثلا نکته تست سالیانه است، تست طلایی، دوره تند. این تنوع دوره ها حالا شاید واسه خیلی از بچه‌ها مثلا این ذهنیت پیش بیاد که خب کمپین رو انداختن دیگه، دارن پول میچاپن، ولی نه، واقعیتش خیلی جاها کمکه، به خصوص واسه درس زیست شناسی. ما توی تحلیل ریاضی در مورد این خیلی مانور ندادیم، ولی توی زیست شناسی جا داره که از این جور کمپینا حمایت بشه، چون واقعا مفیده واسه دانش آموزا. و از اون مهمتره که ایلیا زیست شناسی درسی که خیلی باید مرور بشه. دقیقاً. و این کمپینا همون مرور رو انجام میدن، جزوهشون طبقه بندی شده است، امتحانات نهایی هم در طول سال میگن. و اینکه یه نقطه قوتی که ایشون دارن اینه که ژنتیکو خیلی خوب درس میدن، خیلی خیلی خوب درس میدن. و من حالا این چیزایی که به ذهن من رسیده، حالا هر چیزی که درسته. قبلا عناوینی مثل نکته و تست، سالیانه، تست طلایی، نیترو، هر اسم دیگه‌ای که میذاشتن، اینا می اومدن چیکار میکردن؟ اون جزوه در طول سالش رو یه ذره مثلا ازش کم میکردن، می آوردن اینجا. ولی الان بحثی که اتفاق افتاده واقعا بهتر شده، یعنی دیگه اون جزوه با این جزوه فرق داره، ماهیت کلاس‌ها دقیقاً شده برابر شعاری که اون اول دارن میدن. این که میتونین از اینا هم استفاده کنین، هرچند که باز به نظر من بعضی کلاس‌ها برای یه سری از دانش آموزا میتونه بلا تکلیف باشه. مثلا شما نکته و تست وقتی بیس علمی خوبی نداری، بهتره که شرکت نکنی و دوره مثلا تدریس اصلی یا مثلا یه سری دوره‌های فشرده مثل کانوا و اینا که کاملا برگزار کرد میتونه بهتر باشه. یعنی توی انتخابش به شدت دقت کنید دیگه. دبیر بعدی که میخوایم صحبت کنیم آقای استاد فرهمندنیا. خب آقای فرهمندنیا هم واقعا در کنار محبوبیتشون خیلی قدرت خوبی دارن، هم تدریس خوبی دارن، کتاب محورن. این که کتاب درسی یا جزو لاینفک تدریسشون هست خیلی نکته مثبتیه. یعنی اصلا کتاب درسی رو ما باید بخونیم و از این طریق ما باید بریم سر جلسه کنکور بشینیم. و این خیلی خوبه. دورهای مختلف دارن، دوره تند و کلاس نکته و تست و اینا. و دیگه نکته‌گوی خوبی هستن. دقیقاً نکته‌گوی خوب، مؤلف درجه 1، تدریس با سرعت بسیار بسیار مناسب از نقاط قوتشه. و اینکه در نهایت هم همه مباحث رو به صورت کامل میان پوشش میدن. مناسب برای چه کسایی عرفان؟ این کسایی که به نظر من یه مقداری شاید زیست خیلی راحت به ذهنشون نشینه. آفرین. خیلی سخته. مثلا من خودم یه جزو کسایی بودم که درس زیست شناسی واسه من سخت بود. سخت بود واقعا این سری چیزا رو حفظ بکنم، این سری اسما رو حفظ بکنم، استدلالاشو بخوام، نتیجه استدلالاشو حفظ بکنم. ولی خب آقای فرهمندنیا انصافا همچین
المانی خیلی خوب پوشش دادن تو تدریسشون. توضیحات واقعا کامله. توضیحات واقعا خوبه و 0 تا 100 همه چیزو میگه همه چیزو. زیست شناسی کامل جراحی میکنه واسه دقیقاً. من برای کسی هم که زیست جزء نقطه ضعفشه و هرچی هم میخونه متوجه نمیشه، آقای فرامنی‌ها رو کلید ورود به دنیای زیست شناسی میدونن که دیگه با زیست هم آشتی کنه، متوجه بشه. دیگه توضیحات خیلی کامله واقعا و بر اساس اون دیگه میتونه دیگه تست بزنه و بیاد جلو. و خب دبیر آخری که میخوایم بگیم آقای حنیف عظیمی. بله، از تاملند. 100%. خب آقای عظیمی خودشون دانش آموخته دانشگاه ایران بودن، قطعا پزشک خیلی خوبی هستن. دانشگاه ایران رو من خیلی دوست دارم. سر همین گفتن جو کلاسشون خیلی خوبه. یه موردی که من در مورد زیست شناسی خواستم بگم اینه که بچه‌ها تو درس زیست شناسی شما واقعا لازمه بدونید که اول فصل قبل از اینکه وارد مطالعه این فصل بشید که این فصل در مورد چی میخواد صحبت بکنه، چه نکاتی داره، چه جوری یک طراح میتونه شما رو گیر بندازه، کدوم قسمتش مهمتره، کدوم قسمتش پرتکراره، کدوم قسمتش میتونه در قسمت‌های بعدی، در مباحث بعدی، در درس‌های بعدی تکرار بشه و ارتباط ایجاد بکنه. و آقای حنیف عظیمی این توضیحاتو دارن، امیر رفاعت هم این توضیحاتو دارن. بله. و این خیلی نقطه قوت خوبیه به نظر من. یعنی دانش آموز میفهمه این دقیقاً داره چی کار میکنه، وارد یک دنیای ناشناخته نمیشه، یه نقشه نسبی تو ذهنش شکل میگیره که وقتی حالا اون تدریس رو گوش میکنه پر میشه، جزئیات اون نقشه واسش نقش میبنده. و آره این خیلی به نظر من مهمه. بعد حالا از بقیه نکاتی که میتونیم در مورد آقای عظیمی بگیم اینه که شب امتحان هم کلاس برگزار میکنن، جزوه خودش محور اصلی تدریسشه و اینکه دوره‌های تکمیلی هم ندارن واقعیتش و اینکه جزوه‌ش هم پر شده و منور اصلیشون هم که روی جزوه خودشه. و روش ماهیگیری هم دیگه این کارو انجام میدن دیگه، عملاً با ماهیگیری به شما میخوان زیست شناسی یاد بدن. یه چیزی هم حالا من دوست داشتم در مورد جزوه بقیه هم بگم، مثلا همین امیر، حالا ما کنار آقای حنیف عظیمی اسمش آوردیم، لازم میگم که امیر جزوه‌ش پر شده نیست. بله. خب این یا خوبه یا بده؟ من اون اول گفتم جزوه پر نشده میتونه ارتباط تو رو با کلاس برقرار کنه، یعنی یه یادگیری فعالی اونجا داره صورت میگیره دیگه. بالاخره با اون کلماتی که شما مینویسین، اتفاقا اون کلمات هم من نگاه کردم کلمات بسیار مناسبیه که پر نشده، واقعا نقش کلیدی داشته و شما اونا رو پر میکنی بیشتر هم یادت میمونه. اصلا این یه موردشه. یا یه مورد دیگهش اینه که ما هم حافظه تصویریمون قوی میشه، هم حافظه عضلانیمون قوی میشه، هم این که نوشتن رو فراموش نمی‌کنیم. خیلی از بچه‌ها مثلا وقتی میرن سر جلسه امتحان نهایی شاید یه سری جواب تو ذهنشون باشه، ولی وقتی که این بخواد وارد قلمش بشه همه چیز فراموش میشه. این خیلی نکته مهمیه و این ارتباط عصب عضله رو حفظ بکنید لطفاً. و این جزوه فعال به نظر جزوه که حالا نانوشته باشه به نظر من خیلی بهتره. این نقشه گنج خودتون پر بکنید، خیلی بیشتر میتونید برد بکنید. چقدر سخت شد مثلا. درسته، کاملا باهات موافقم. یه دوره هم آقای حنیف برگزار کرد، دوره کانوا بود که حالا به صورت میشه گفت مبحث محور رفت جلو، مثلا گیاهی جدا، ژنتیک جدا، که اونم خیلی با کیفیت برگزار شد حقیقتا پارسال، با اینکه مثلا دوره کانوا اولین بار بود که دارم برگزار میکنم، اونم خیلی خوب بود، جا داره که از اینم ارث ببریم. بریم سراغ جنبندی. من اینجا یه نکته میخواستم بگم، یادم رفت بگم، اینه که یه سری از اساتید اینجا خب مؤلفن، خب و یه سری از اساتید اینجا صرفاً استادن، خب و خب منبع معرفی میکنن قاعدتاً. مثلا دارم میگم آقای حنیف عظیمی میاد میگه خب بچه شما باید برید آی کیو بزنید و خب شاید یه نفر از نظرش بگه خب چون که آقای حنیف عظیمی گفته که من برم آی کیو بزنم برم آی کیو بزنم دیگه، تموم شد دیگه. مثلا دیگه خودم کتابو نگاه نکنم، خودم باشه ارتباط نگیرم، فقط برم آی کیو بزنم. در حالی که مثلا گزینه‌های دیگه هم داره، مثلا خیلی سبزو داره، مثلا جام مهر و ماهو داره، گزینه‌های دیگه هم داره. حالا یه موردی که اینجا هست، خب بچا این یه مقدار بازار کنکور دیگه، واقعیتو باید بگیم. بدون پرده باز واقعیتو بگیم. خب شاید خب رقیبشون وقتی دارن مثلا واسه یک مؤسسه‌ای تألیف میکنن، خب شاید مجبور باشین کتابو معرفی نکنن. خب و شما باید خب باهوش باشید تو این زمینه و اینو متوجه بشید. یک دور تحلیل منابع زیست شناسی ما رو ببینید
و اونجا خیلی بهتر میتونید نتیجه بگیرید. ببین من کسی زیر سوال نمیبرم، واقعیتش نمیگم که مثلا آقای حنیف عظیمی داره سرانه این کارو میکنه. دارم میگم اگر تدریسش رو نگاه نمیکنی حق نداری بگی خب چون که ایشون مثلا گفته IQ پس منم باید برم IQ رو ببینم. نه، این همچین چیزی اشتباهه. اول تدریسش رو نگاه کن بعد برو به حرفاش گوش کن، ولی در غیر این صورت تو داری اشتباه میکنی. درسته. لب کلام این که جایی که حالا توی مقایسه دبیرها پای یک دبیری که همزمان مؤلف هم هست مطرح باشه، یه ذره بعد محتاطانه تر حالا توی هم انتخاب منابعمون آره دقت کنیم. خب خیلی هم عالی. عرفان برای کسی که زیست شناسی در واقع نقطه ضعفش کدوم دبیر رو پیشنهاد میدی؟ ببین دبیر زیست شناسی نقطه ضعفش خب مثلا ما درصد داریم. یکی از بچه‌ها هستش که خب تا یه جای درس رو میبره جلو، از جایی به بعد واقعا درصدش بالا نمیره. خب اگه من مثلا جای اون دانش آموز باشم، خب مثلا آقای حنیف عظیمی هستش، آقای فرهمندی هستش، آقای خیراندیش هم هستش، این سه تا دبیری که خیلی هم ازشون اسمون خیلی هم توضیحشون دادیم، به نظر من میتونه گزینه خوبی باشه. درست. و اساتیدی که ماهیگیری یاد میدن به نظر من از همه مهمترن. درست. چون که اصلا این از یه جایی بعد دیگه خود هیچ استادی نمیتونه، واقعا کشش نداره کلاسی که بخواد به تو مثلا نکته گویی بکنه، نکته رو به تو توضیح بده و تو خودت باید کنجکاو باشی. و از اون مهمتر این سه چیزا سر جلسه امتحان تو باید یاد بگیری. سر جلسه آزمون تو متوجه میشی که مثلا این نکته مثلا یه همچین المانی هم داخلش دخالت داره، داخل مثلا این گزاره یه همچین نکته هم وجود داره. اینا مهمه. درست. حالا من یه دانش آموزی هم که زیست شناسیم اوکیه ولی ژنتیک رو متوجه نمیشم، کیو پیشنهاد میکنی بیشتر؟ قطعا آقای خیراندیش ژنتیکش خیلی خوبه. درسته. و بیشترم بین این سه تا دبیر آخریه که گفتیم دیگه، یعنی نمونه تدریس اینا رو نگاه کنین، اگر اوکی بودین ادامه بدین دیگه. این بود صحبت‌های ما. اگر اینیا حالا ببخشید بازم به نظر من همه رو یه دور نگاه بکنید. همه رو یه دور نگاه کنید. شما یه حق انتخابو دارید بچه‌ها، حالا توی تحلیل منابع ریاضی هم گفتیم، ولی این حق انتخاب با شماست. ما داریم نظر کارشناسی رو میگیم. من جای شما نیستم، من شرط شما رو ندارم، من نمیدونم شما چقدر زیست و بلد نیستید، من نمیدونم شما با چه استادی با چه سبک بیان و لحنی ارتباط میگیرید. خب عملا این سری جا دارم نظر شخصی خودم رو میگم و نظر شخصی شما رو بهش توجهی نکردم. پس شما یه نگاهی به اینا داشته باشید و بعد انتخاب بکنید و به این المان هایی که ما گفتیم توجه بکنید و انتخاب بکنید. این هدف کلی این تحلیل. اون جاهایی که پایی میشه تقریبا دیگه بحث سلیقه است دیگه، بیشتر اینکه حالا با لحن کدوم دبیر بیشتر ارتباط میگیرین همون رو نگاه کنین و ببرین جلو. و من یه مورد آخرام میگم بچه، اگر مثلا آقای فرهمندنیا رو دارید نگاه میکنید، آقای رفعت رو دارید نگاه میکنید، مثلا آقای حمدانی رو دارید نگاه میکنید، این دیگه دلیل نمیشه مثلا اونا ویدیو ما رو دید خب من الان برم مثلا حنیف عظیمی رو ببینم این اساتید رو بذارم کنار. نه بچه، بازم میگم اگر ویدیو اولمون رو دیده باشید اینو تکرار کردیم با امیر که بچه تدریس یک قسمت از کل کنکور شماست، یک قسمت از این پازل تدریسه و درست چیده بشه خب خیلی شاید نتونه تاثیر بذاره، ولی بحث سر اینه که در کنار بقیه عمل کرده شما نقش خیلی خوبی پیدا میکنه و بهتره که رو خودتون هم خیلی کار بکنید. قدرت اجرایی برنامه، قدرت اجرایی درس خوندنتون رو ببرید بالا. اینا همه خب یه قسم بازیگر این داستان شما هستن دیگه. قهرمان اصلی خودتونید. دقیقاً. آره حواستون باشه. اوکی، خیلی عالی.